با سلام. دوره آموزشی بحث بهینه‌سازی در مباحث مهندسی رو استارت میزنیم. توی این مجموعه آموزشی سعی میکنم که خب تمام موارد رو هم تئوری هم اجرایی رو کامل کاور بکنیم، ولی تمرکز اصلی این دوره آموزشی ما روی مباحث پروژه محور هستش و خب تارگت اصلی ما این هستش که بعد از اتمام این مجموعه بتونی به راحتی بحث بهینه‌سازی رو توی حالا زمینه‌های مختلفی ازش استفاده بکنی و اون تمرکز اصلی این کورس هم روی بکارگیری الگوریتم گری وولف اپتیمایزر هستش یا همون الگوریتم گرگ‌های خاکستری. خب برای اینکه وارد بحث بشیم من یه دو تا مقدمه بگم که متوجه بشید که مسیر پروژکت، مسیر آموزش ها به چه صورت هستش. خب گفتم که تمرکز اصلی ما روی بکارگیری الگوریتم متاهیوریستیک GWO، ولی خب برای اینکه ورود بکنیم به این بحث نیاز هستش که یک مقدماتی از مباحث اپتیمیزیشن ابتدا ارائه بشه و بعد از اون خب شیفت بکنیم روی الگوریتم GWO. پیش نیاز خاصی هم برای این کورس مد نظر نیستش. مباحث ابتدایی و مقدماتی از مباحث متماتیکال و همینطور کدینگ اگر یک اطلاعات اولیه‌ای داشته باشید خیلی میتونه کمکتون بکنه، به خاطر اینکه بتونید به صورت اکچوال و اجرایی از مباحثی که ارائه میشه استفاده بکنید. این اسلاید من راجع به فهرست مطالبی که قرار هست ارائه بکنم یه سری توضیحات رو بگم. خب توی بخش اول همونطور که گفتم قبل از اینکه که ما ورود بکنیم به الگوریتم GWO نیاز هستش که یک سری اطلاعات پایه راجع به مباحث اپتیمیزیشن داشته باشیم. روی این حساب توی پارت اول یا بخش اول این آموزش ها مقدمه ای رو بر بهینه‌سازی ارائه میکنم به صورت کلی. بعد از اون به خاطر اینکه با شاخه های مختلف و حالا اون تایپ های مختلفی که توی مسائل اپتیمیزیشن ما باهاش مواجه هستیم میایم این تقسیم بندی کلاسیفیکیشنی که موجود هست رو راجع بهش صحبت میکنیم. توی قسمت سوم راجع به اون ساختار اصلی مسائل اپتیمیزیشن توضیحاتی رو ارائه میکنم و توی قسمت بعدی راجع به کانسترینتس ها یا قیدها و محدودیت هایی که توی مسائل بهینه‌سازی عمدتاً ما باهاش مواجه هستیم مطالبی رو راجع بهش توضیح میدم و بعد از اون هم راجع به یکی از مباحث اصلی که اصلا دلیل ارائه الگوریتم های مختلف بهینه‌سازی، یکی از دلایل اصلیش همین مباحث حالا به دست آوردن مقادیر اپتیموم هستش و خب چالش هایی که توی مسائل باهاش مواجه میشیم که بحث گلوبال و لوکال اپتیموم. حالا پوینتس اینجا گفتیم ولی به صورت کلی جواب ها و سالوشن هایی که به صورت لوکال و گلوبال باهاش مواجه هستیم و خب یکی از دلایل اصلی ارائه الگوریتم های مختلف بهینه‌سازی همین موضوع بوده. بعد از اینکه این مباحث تئوری اولیه رو راجع به خود بحث بهینه‌سازی با هم دیگه بررسی کردیم، وارد بحث الگوریتم GWO یا گرگ‌های خاکستری میشیم. سعی میکنم تو این بخش تمام جزئیاتی که نیاز هست ارائه بشه و رویه رسیدن به اون الگوریتم اصلی GWO رو کامل با هم بررسی بکنیم، چه از لحاظ روابط و حالا معادلاتی که ارائه میشه و چه از لحاظ اینکه با چه رویکردی خب به این معادلات رسیدیم و بعد از اینکه کامل این مباحث جا افتاد ورود میکنیم به بحث پروگرامینگ و برنامه‌نویسی در بستر مطلب که اونجا توی دو شاخه مختلف که دو تا از تایپ های اصلی مسائل بهینه‌سازی هست، یعنی مسائلی که حالا با قیدهایی مواجه نیست و یک سری مسائل نسبتاً ساده تر هست و مسائلی که با کانسترینت های مختلف مواجهه. سعی می‌کنیم اونها رو به صورت کامل ارزیابی بکنیم، رویه کدنویسیش رو اصلا کلا اونجا ورود می‌کنیم به مطلب و مباحث رو اونجا ارائه می‌کنیم. پس بنابراین اگر بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم، مباحثی که تو این کورس آموزشی ارائه میشه توی دو بخش اصلی ارائه میشه. یک بخش مباحث تئوری هست که حالا سعی می‌کنم مباحث تئوری رو توی یک جلسه
حالا 45 دقیقه تا 1 ساعته به اتمام برسونم، چون تمرکز این دوره آموزشی بیشتر روی آموزش پروژه محور هستش و خب این چیزی هست که حالا به درد فراگیر میخوره. و توی بخش دوم پیاده سازی مطالب تئوری، حالا تحت کدنویسی در مطلب هست که مباحث رو با هم دیگه پیش میبریم و در انتها انتظار میره که با اتمام این کورس شما یک تسلط نسبتاً جامعی روی مباحث بهینه‌سازی بالاخص الگوریتم متاهیوریستیک GWO داشته باشی و بتونی اون رو در بستر حالا یک زبان برنامه‌نویسی که حالا اینجا مطلب رو ما استفاده می‌کنیم به خوبی پیاده سازی بکنی و ازش استفاده بکنی.